سرکار خانم فلاحی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر محترم کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه، به داد این مردم برسید و کمک کنید جلوگیری بشود از ورود بی‌رویه اتباع غیر مجاز خارجی. جمهوری اسلامی 45 سال است که به بهشت امن مهاجران تبدیل شده است، در حالی که کشورهای مدعی حقوق بشر درهای خود را به روی آنها بستند. هرچند تاریخ سرزمین ما تاریخ مهمان نوازی و مهاجرپذیری است، اما به خدا قسم هیچ کس برای ملتی که امنیت و هویت خود را به مهاجران میبازد هورا نمیکشد. هیچ کس برای ملتی که سرمایه ها و مغزهای خود را فراری میدهد اما بی دانش ها و بی سرمایه ها و فراری ها و روی دست مانده ها و از پای افتاده های سایر کشورها را جذب می کند هلهله سر نمیدهد. برادران و خواهران من، امروز بیش از 250,000 میلیارد یارانه پنهان صرف بین 5 تا 8 میلیون تبعه خارجی می شود. امروز آنها به کلیدداران خانه‌های ایرانی تبدیل شدند. بزرگترین خطر امروز این است که با ورود بی‌رویه و بی حساب و کتاب آنها تا عمق خانه‌های ما نفوذ کردند. سازمان غیرقانونی اقامت ملی را تعطیل بکنید. 100 میلیون ناقابل پول روی امنیت ما قیمت گذاشتند و سرویس های خارجی با پرداخت این 100 میلیون ناقابل تبعهای خارجی را به جاسوس های سهل الوصولی تبدیل کردند که امروز امنیت کشور ما را به خطر می اندازند. در میان این اتباع غیر مجاز خارجی که برخی برای آنها دکان باز کردند و با پول آنها در بالا شهر تهران خانه های 70 میلیاردی خریدند، امروز متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید تمام نهادهای ما ورود بکنند. ما به گارسون‌های بی اجر و مزد اینها تبدیل شده ایم، جماعتی که اگر مغز فاخری دارند و سرمایه قابلی به جای آنکه به تهران بیاید در دوحه و در دبی سرمایه‌اش را می‌گذارد و مغزش را می‌فرستد. ما انتظار داریم که جلوگیری بشود از این بمب‌های ساعتی، از این افرادی که به عنوان اتباع وارد می‌شوند اما ترور می‌کنند، ناامنی ایجاد می‌کنند و متاسفانه برخی هم برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنند. بنده به عنوان نماینده مردم به واسطه آن که سرزمینم را دوست دارم هشدار می‌دهم به کسانی که امروز با پول این اتباع غیر مجاز در حال زندگی‌های لاکچری هستند. امیدواریم که نهادها و وزرایی که نام بردم سریعاً به این مورد مهم ورود بکنند و اجازه ندهند ایران به بهشت تروریست‌ها و کسانی که اشرار هستند و ناامنی ایجاد می‌کنند تبدیل بشود. لذا از جمهوری اسلامی ایران تقاضامندیم مثل کشورهایی که آمریکا، استرالیا، آلمان، انگلستان، فرانسه و ببینین که مردم شما هم مهاجرن، مردم ما مهاجرن. تا حال شنیده در کشورهای غربی که یک مثلا لوی سرانوالی که شما داستان میگین، ما لوی سرانوالی میگیم نان را در روی یک انسان قطع کرده باشه، نان با یار دستور داده باشه که با مثلا اتباع بیگانه، کاش که بگه اتباع افغانستان به اتباع بیگانه نان ندین که مقصود شما هستیم. بسیار جای افسوسه شما امروز آیت الله عظمای خامنه‌ای این رهبر معظم و با درایت و بصیرت را مثلا محدود کردین به جغرافیای ایران. از جمهوری اسلامی ایران جدا تقاضا میکنیم، مخصوصا از مقام اجرایی اینها، مثلا ما انتظار داریم با ما مثل کشورهای دیگر اسلامی مثل ترکیه، عربستان سعودی، امارات، قطر مثلا و با ما رفتار بکنه. آیا در اینجا شنیده اید که اینها اعلان کرده باشه مثلا که نان ندین به اینها؟ اینها مثل یک برادر، یک دلسوز مثلا ما به اینجا آمده ایم.
مهاجر ما در فجیع حشمت و جا در ایران نیامده است، از بدی حادثه مهاجرت کرده، از بدی حادثه. سیم کاردای مردم قطع کنین، حسابهای بانکی مردم قطع کنین، اویش را قطع کنین، اویش را قطع کنین. بگید دیگه مثلا دیروز یک خانم از شورای اسلامی، نام شورای اسلامی اعلان میکنه که اتباع بیگانه چین است و چنان است و فلان است. آقا جان خارج کنید، هر کشور قانون خود داره، خارج کنید. ما به چشمنا مردم خود میپذیریم، نان خود به مردم خود تقسیم. مثلا شما نگویین مهاجرین کسی نداره. مثلا نظام امارت اسلامی فعلا نظام ماست. مردم ما با تمام توان ثابت کرد که مثلا مهاجرینی که از پاکستان می آمد، وزیر مهاجر عودت کنندگان خودش در مرز می رفت، تک تک اینها را مثلا تسلی و دلداری میکرد و به دردهای اینها ملهم گذاری میکرد. امون نظام فعلا موجود است در هرات. درسته که مثلا در مرزبانای امارت اسلامی ممکن یک سلسله مشکلات یا یک سلسله نواقص، این را ما نمیگیم که امارت اسلامی به اونا دستور داده که یک چنین کاری را بکنیم. آره، ما از ایران، از جمهوری اسلام، از شخص آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان مثلا خواهشمندیم که حقوق بشری و انسانی و اسلامی را مراعات بکنه، با مردم ما را زجر ندیه، مردم ما را شلاق نزنه، مردم ما را مثلا توهین نکنه، مردم ما را تحقیر نکنه. چون خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم، مگر شما ایرانی ها آدم نیستید که مثلا یک برادر عزیز و یک فرزند ما را با لگد از موتر پایین میکنید، مثلا پای خود به کله و گردن اینها میگذارید، اینها را با شلاق میزنید، یا همچنان در اردوگاه ها یا همچنین در موترها. انسان باید انسانیت هم مراعات کنه. ما بس تکرار میکنم، هر کشور قانون خود داره. ما گفتیم با تمامیت حفظ استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران خارج کنید، اما خواهشمندم ظلم نکنید، مردم ما را نزنید، اموالشان را نگیرید، زنان ما را در اردوگاه ها فحش و دشنام ندهید. اونها ناموس اسلامه، ناموس اسلام. آره نکنید، خواهش میکنم. مثلا شما هم در دنیا مهاجر دارید، الناس علی دین ملوکهم. امروز مثلا آمریکا دشمن ایرانه، دشمن سرسخت و قسم خورده ایرانه، اما ببینید که از مهاجرین شما چطور پذیرایی میکنه. ببینید که مثلا از نظر تدریس مثلا علم با کدام سطح رسیده. هیچ دانشگاهی برای هیچ مهاجرین مخصوصا در ایرانی ها در آمریکا بند نیست و استفاده های اقتصادی در این روزمره از آمریکا مثلا در روز چند میلیون دلار برای خانواده های ایرانی ها به ایران میرسه، ولی تا هنوز ما از ایران، از آمریکا نشنیده که نان را به صورت ایرانی ها بند کنید، دیگه ایرانی ها را نان ندین. شنیده اید؟ اون یک کشوری است که به اسلام عقیده نداره اما به بشریت عقیده داره. شما هم بشرید. حالا مثلا پیشرفت اقلام اساسی ایران اگر ما فکر بکنیم در این 40 سال یا کمتر، آقایان ایرانی ها از کوره آجر گرفته تا سنگبری و سختترین کارها به دوش اینها بوده که امروز نان شما ارزان است، قیمت شما ارزان است. وقتی که مثلا ضرورت بود از ما، مردم ما را فریب دادید، کلاه گذاردید، به جنگ سوریه روان کردین، به جنگ عراق روان کردین، به لبنان روان کردین، به فلسطین روان کردین. او وقت ما مسلمان بودیم، خوب بودیم. آره حالا شدیم چی؟ بیگانه. کجا و کجا مردم ما مجبور نبود روی عقیده اسلامی خود که جامعه اسلامی یک امت واحده هست، رفتن از مسلمان ها در مقابل عقاید انحرافی داعش و مثلا یا گروه های افراطی دیگر دفاع کردند و جان خود
فدای اسلام کردن. مثلا خب او وقت ما مسلمان بودیم خوب بودیم، آره حالا شدیم چی؟ بیگانه. برادران من، خواهران ایرانی، برادران ایرانی، ما برادر شما هستیم، ما خواهر شما هستیم. مثلا ما مردم ما فقیر است، با فقر 22 سال یا 21 سال حکومتی کرزی و احمدزی که یک حکومت مزدور بود، فقط جنگشان روی کمک های خارجی بود. مثلا پولی که می آمد بین خودم میشه امیر چه رقم تقسیم بکنیم. این فقر که ما فعلا در افغانستان داریم، این میراث حکومت فاسد و مزدور کرزی و احمدزی و باند اینها هست. اگر ما می داشتیم که در 3 سال یا 2 سال و 1 سال فوراً سقوط نمی کردیم. ما به محضی که اینها رفت سقوط کردیم. ما مثلا امارت اسلامی کوشش دارن که فقر را ریشه‌کن بکنن، اما از چی ناحیه خب خود اینها می دانند. عالیه هم ما مثلا باز هم تکرار می کنم، با حفظ کرامت انسانی و حفظ تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران و با حفظ احترام و کیاست انسانی به ملت مؤمن و برادر ایران و با حفظ تمام و کامل به مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران و با حفظ کرامت رئیس اجرایی جمهوری اسلامی، مثلا رئیس جمهور محترم رئیس جمهور مسعودیان، تجدید نظر کنید، بین ملت ها دشمنی نیندازید. حالا مثلا یک تعداد در دنیا پیدا شده که مثلا شبکه ها ساخته آی سنی ها ایتر که عقایدشان ایتر توهین به خلفای راشدین، توهین به صحابه، به زوجات پیغمبر، اینها بر نفع امت اسلامی نیست و مخصوصا بر نفع شیعیان نیست. چون برادران اهل سنت ما برادر خطاب نمی کنیم، جان خطاب می کنیم. جان ما هست اهل سنت، نفس ما هست اهل سنت. قدم ها و عقاید اینها، هر کسی به عقاید اینها توهین کند و تحقیر بکند، ما قطعا اعلان می کنم که در اسلام بودن از شک و تردید وجود دارد. از اینکه که پیام مرا مهاجرین شنیدید، ما مردمی هستیم دردمند. تو شما فکر نکنید که ما درد شما را نداریم. ما شب و روز از عذاب شما، از شکنجه شما، از تأخیر شما، از توهین شما، از جسارت شما توسط ارگانها و نظام جمهوری اسلامی عذاب وجدان داریم، گریه داریم، ناله داریم. اما چاره ما چه هست؟ باور داشته باشید که کشور افغانستان در طول تاریخ کشور پر افتخار، کشور سربلند و با عزت و با شوکت و مثلا بوده و است و خواهد بود و شما بیکس نیستین. ما در خدمت شما هستیم. نان خود، یک نان خود به شما 2 تقسیم میکنیم، 6 عیال 6 نان میاریم، 3 نان به شما میتیم. بیاین ما استقبال میکنیم. دیگه تحقیر و توهین تحمل نکنید. خب تحمل نکنید، هیچ ضرورت نیست. ما را هم خونجگر نکنید با این توهین تحقیری که اینها درباره شما میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، صحبت های خانم فلاحی را شنیدید. ایشان مدعی است که 45 سال است ایران به بهشت امن مهاجران تبدیل شده، در حالی که کشورهای مدعی حقوق بشر درهای خود را بر روی آنها بستند. یک حرف غیر واقع بینانه است. کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا همواره آغوش خود را به روی مهاجران گشوده و مهاجران زیادی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان و حتی از خود ایران در این کشورها سکونت گزیدند و حتی تابعیت گرفتند. چی رسد به این که از این مهاجران پذیرایی عادی صورت گرفته باشه، بلکه به آنها تابعیت دادند، در حالی که خود شما میگویید که در ایران 45 سال است ایران به بهشت امن مهاجران تبدیل شده که متاسفانه حتی با کارت مهاجرتی که داده اید نه تنها گواهی نامه به آنها داده نمی شود، بلکه حتی با آنها سیم کارت خریده نمیتوانه، خانه خریده نمیتوانه و بسیار محدودیت های زیادی
برایشان ایجاد شده و ایجاد می شود و هر از چندگاهی سیم کارت هایشان بسته می شود و حساب های بانکیشان مسدود می شود. ده در سری دیگر که جای شاخ و شامه کشیدن و طعنه دادن و چنین اغراق‌آمیز صحبت کردن نداره. بعد ایشان میگوید که فرومایه ها و کسایی که روی دست مانده و از کار افتاده جذب کشور ما می شود، در حالی که رقمی هم نیست. بسیاری از اهالی فرهنگ، متخصصان، کارشناسان نظامی و کسایی که در اردوی ملی افغانستان فعالیت میکردند از همه از سر مجبوری به ایران آمدند و در بین اینها نخبگان زیادی وجود داره که متاسفانه اینها نادیده گرفته میشه، چون ادعا میکنه که 250 میلیارد پنهان صرف هزینه این مهاجران میشه که یک آماری بسیار اغراق‌آمیز است که در ادامه ما صحبت خواهم کرد و یک سری آمارها را ارائه میکنم. جالبیه که ایشون میگه که 100 میلیون ناقابل از سوی سرویس های خارجی به اتباع افغانستان و مهاجران داده می شود که اینها با سرمایه گذاری در ایران یک سری کارهایی انجام میده و بعد تعبیر جاسوسی رو به کار میبره و بمب های ساعتی و تروریست و بهشت تروریست ها و از این اتهامات عجیب و غریبی که من از شنیدنش واقعا تأسف خوردم که یک نماینده مجلس و یک سیاستمداری که از سوی ملت برگزیده شده در مجلس چنین وقیحانه علیه تعدادی از مهاجرین مسلمان افغانستان صحبت میکنه و اتهامات واهی را حواله مردم بی دفاع و بی رسانه و بی مدافع میکنه.